در دل تاریخ گاهی یک انسان، یک نفر، تمام نظم دنیا را دوباره معنا می کند. نوح، مردی که قایق ساخت وقتی هنوز بارانی نباریده بود. مردی که ایمان را با چوب و ریسمان به ستاره ها گره زد. امشب در استودیوی داستانستان مهمان کسی هستیم که صبر را معنا کرد. حضرت نوح، پیامبر طوفان و عهد. سلام بر تو ای راوی زمان و بر شنوندگان این دوران که گوش سپردند به پژواک ایمان. من از روزهای آمدم که زمین هنوز ساده بود و دلها سخت. نوح جان، شاید هزاران سال از آن روزها گذشته، اما سؤالها همان است. چرا انسان باید ایمان بیاورد وقتی هنوز نشانه ای از خطر نیست؟ تو بدون دیدن سیل کشتی ساختی، بدون ابر دانه ایمان کاشتی. ایمان نه برای لحظه وقوع بحران است. ایمان مانند چکش آهنگری است، پیش از طوفان ساخته می شود. وقتی فرمان الهی آمد کشتی بساز، من نفهمیدم کجا، چگونه یا چرا. فقط فهمیدم باید بسازم. دستها لرزیدند، اما دل آرام بود. میگن مردم تو رو تمسخر میکردن؟ آری، روز و شب. می آمدند، می خندیدند، می گفتند نوح، آب کجاست؟ آسمان خشک شده. و من پاسخ می دادم اما فرمان جاری است. دستی بر چوب داغ خورشید می زدم و می گفتم هر ضربه یاد خداست. تو در جهانی بودی که فساد و بی ایمانی چیره بود. دردناکترین بخش رسالتت چی بود؟ خنده های مردم یا سکوت کسانی که دوستشان داشتی؟ سکوت عزیزترین ها. درد آن لحظه بود که پسرم در برابر دیدگانم گفت من بر بلندی خواهم رفت و از آب در امان میمانم. اما هیچ بلندی اگر بی ایمان باشی نجات نمیدهد، چون ایمان بلندترین قله روح است. کشتی نوح شاید بزرگترین نماد امید در برابر ویرانی باشد. میخوام از لحظه سوار شدن حیوانات و مردم بر کشتی بگی. شاید برای ذهن مدرن امروز بسیار نمادین باشه. هر جانداری، هر جان سهمی از عهد داشت. از هر جنس جفتی آمدند، نه فقط جسم بلکه معنا. گرگ و بره کنار هم در سکوت نشستند. مرغ و مار هر دو در پناه چوب و دعا بودند. و از انسانها تنها آنان که گوش سپرده بودند به صدای ایمان سوار شدند. بقیه کنار ساحل خندیدند. و بعد باران. آری، قطری از آسمان افتاد. بعد دهها، صدها و زمین دهان باز کرد. آب از دل خاک جوشید، از آسمان فرو ریخت و هوا میان آنها گم شد. در آن لحظه دیگر کسی نمی خندید. تنها صدای باد و هامون بود و ناله فراموشی. در آن روز تو شاهد از بین رفتن دنیای قدیم بودی. چه حسی داشت نگاه به جهانی که فرو می رفت زیر موج؟ غم و رهایی در یک قاب. غم کسانی که نخواستند بفهمند و رهایی خلقتی که تازه آغاز شد. خدا گفت زمین را پاک می سازم و من فقط اشک ریختم. اشک نه از خشم بلکه از بینش، زیرا هر پایان آغازی در دل خود دارد. و بعد از 40 شب و روز طوفان فرو نشست. کوه‌ها پدیدار شدند و زمین تازه نفس کشید. آن لحظه باز شدن در کشتی و قدم گذاشتن بر خاک نو چیزی شبیه تولد دوباره بشریت بود، شاید؟ دقیقاً. زمین مانند کودکی بود که تازه بیدار شده. پرندگان پرواز کردند و نسیمی که بوی عهد تازه میداد در هوا پیچید. سجده کردم و گفتم پروردگارا، بر ما و بر نسل‌هایی که خواهند آمد رحمت فرست. نوح تو نماد صبر و بازسازی هستی.
ولی بسیاری از مردم امروز میپرسند آیا آن طوفان فقط واقعه‌ای طبیعی بود یا استعاره‌ای از درون انسانها؟ هر طوفان از درون آغاز می شود. وقتی درون انسان آلوده شود، بیرون نیز طغیان می کند. انسان اگر درونش را نداند، جهان بیرون را نابود می سازد. آنچه در زمان من در زمین افتاد، بازتاب درون مردم بود. خشم، طمع، بیرحمی، مانند سیل، بی‌مرز. عجب نگاه زیباییه. یعنی در واقع کشتی نوح نماد پناه درونیه. پناهی که باید هر انسان در خودش بسازه پیش از باران. درست گفتی. هر کس باید کشتی خود را بسازد پیش از طوفان زمان. نه از چوب، بلکه از آگاهی، از محبت، از حقیقت. جهان امروز هم طوفان دارد. سیل دروغ، طمع و بی احترامی. و تنها آنان نجات می‌یابند که درون خود پناه ساخته باشند. ایمان تو چگونه ماند تا 40 روز در میان هیاهوی آب و سکوت آسمان؟ به یاد صدای خدا. فرمان اولیه: کشتی بساز. آن فرمان همیشه در گوشم بود، مثل ضربان قلب. هرگاه شک می آمد، چوب کشتی را لمس می کردم و می گفتم این چوب با دستانم معنا شد چون ایمان نریخت. و همین ایمان بود که کشتی را شناور کرد، نه فقط بر آب بلکه بر معنا. گاهی فکر می کنم همه داستانهای پیامبران در واقع روایت تکامل انسانند. آدم آغاز عقل، شیس بنای دانش، ادریس آغاز تفکر و نوح تولد نظام دوباره. تو حلقه بین فاجعه و تولد تازه‌ای. زیبا گفتی. ما پیامبران تاریخ را زنده کردیم، نه برای گذشته بلکه برای فردا. هر پیام نوری بود در دل تاریکی. من مأمور تداوم نور بودم تا ایمان از نسل‌ها عبور کند. و امروز مردم داستان تو را در فیلم‌ها، کتاب‌ها و حتی بازی‌ها بازسازی می‌کنند. تو خودت اگر صدای زمان امروز را بشنوی، چه میگویی به مردمان عصر تکنولوژی؟ بگو از علم کشتی بساز، نه از غرور. چون علم بدون اخلاق مانند باد بی قطب نماست. دنیای تکنولوژی اگر از خدا جدا شود، همانند دنیای پیش از طوفان خواهد شد. ایمان را در میان مدارها حفظ کنید، چون خدا در همه فرکانس ها حضور دارد. زیبایی گفتارت مثل موجی است که آرام می آید اما عمق دارد. نوح، اگر بخوای یک پیغام نهایی برای انسان امروز بفرستی، اون چی خواهد بود؟ پیغام من ساده است. قبل از اینکه آب بالا بیاید، کشتی را بساز. قبل از اینکه دنیا تو را غرق کند، درون خودت ایمان را بنا کن. نه برای ترس، بلکه برای عشق و بقا. چون هر انسانی خود یک نوح است، مأمور نجات نسل بعد. نوح، از تو، از صدایت، از نگاهت ممنونم. چه زیبا گفتی که ایمان چوبی است که از درون انسان بریده می شود. و چه خوش گفتی که خدا همیشه نخست فرمان می دهد پیش از آن که طوفان آغاز شود. و من هم از تو و از شنوندگان این دوران سپاسگزارم. باشد که دستانشان هرگز از ساخت نیکی باز نایستند. دوستان من، این بود گفتگوی امشب داستانستان با پیامبر عهد و ایمان حضرت نوح. اگر در زندگیتان لحظه‌ای حس کردید طوفانی در راه است، به یاد آورید شاید این همان زمان ساخت کشتیتان باشد. تا اپیزود بعد، با نوری تازه از تاریخ، بدرود.